دوام سال 2022 در دو حالت مناقشه مرزی با جمهوری قرقیزستان به قید گرفته شد. حادثه هایی که در مرز کشور رخ دادند برای همه ما مهم بودند. در مناقشه که ماه سپتامبر سال جاری به عمل آمد زیاده از 70 نفر جان خود را از دست دادند. بعد تولد فرزند سیومش 4 مراتب جراحی شد. پدر جان میگن آچه ما چی برافته گور کردی؟ از بالا رفتن قربی دلار راهگیرها بالا رفته است. بارشات طبیعت وطن را خیلی زیبا کرد، اما یک چند مشکلات را به میان آورد. دخترک در درآمدگاه مکتب افتیده است. زیاد از 500 حالت ساختار به قید گرفته شده است. لیکن یک چیزش بود دلم سوخت، همون صاحب کار بسوخت. صاحبان این حال قفای پیدا کردن توانستیم که یک حالتی امروزش بهتر کنیم. جای مکانی که همه ما میریم خبردار باشم. در صدمه جان باختن سراینده جوان دمیربگ اولیموف بود. جان آدم بود. با خبرهای مهم و جالب ما را در سال 2023 انتظار شوید.